We have a positive cooperation with each of them, but most of all we have a cooperation with the entire region. With them as ما با هر کشوری آسیای مرکزی همکاری مثبت داریم و پیش از همه با همه آنها به حیث یک منطقه همکاری داریم. هر یک از وزیران به من امروز واضح گفت که آنها از اتحادیه اروپا به حیث یک شریک سپاسگزارند. این به کشورهای منطقه کمک میکند که با هم همکاری داشته باشند که همیشه آسان نیست، چون مسائل دو جانبه دارند که باید به آنها رسیدگی شود. هدف از کمک اتحادیه اروپا هیچگاه جدایی انداختن و استفاده از اختلافات آنها نیست، بلکه تشویق کردن آنها بر رفع اختلافات و همکاری مشترک است. ما با آنها مثل همیشه سرمایه گذاری اقتصادی، همکاری برای رشد پیشنهاد میکنیم. ما طرح‌های مشترک زیادی سرمایه گذاری داریم و همچنین آنها را به اصلاحات سیاسی و همکاری های سیاسی بین همدیگر تشویق میکنیم. به فکرم آنها این واقعیت را درک میکنند که اتحادیه اروپا هیچ هدفی پنهانی ندارد. ما شفاف و قابل اعتماد هستیم. آنها شاید بعضی از خواسته های ما بخصوص تمرکز به حقوق انسان و ولایت قانون را خوش نداشته باشند، چون برای کشورهایی که یک نوع در حال گذریش هستند شاید سخت باشد، ولی آنها میدانند که چی را به دست میآورند. And that building cooperation at this regional level is a key asset also for us. دیروز اتحاد اروپا و قرقیزستان سازشنامه همکاری را تصدیق کردند. این سند چگونه کار میکند وقتی در کشور رئیس جمهوری سابق و فعلی از گلوی هم گرفتند و هیچ ثبات سیاسی در قرقیزستان وجود ندارد؟ These agreements are important, first of all, because they allow us to have a solid legal basis for projects, cooperation that is very concrete and that is beneficial for the citizens. این سازشنامه‌ها مهم هستند پیش از همه برای آن که به ما زمینه‌های حقوقی برای اجرای طرح‌ها و همکاری‌های مشخص را فراهم می‌کنند که برای مردم مفیدند. هدف اول ما همین است. سازشنامه همچنین از جهت اصلاحات سیاسی در کشورها کمک میکند. امکان میدهد نظام دادگاهی مستقل باشد. این یک روند طولانی است که ما احساس میکنیم باید در آن همراه باشیم و تشویقشان کنیم. من باور دارم که کشورهای به مثل قرقیزستان ارزش آن را فهمیده‌اند، ارزش سرمایه‌گذاری به دموکراسی را فهمیده‌اند. شما در ترکمنستان بودید و دفتر نو را باز کردید. آیا این دفتر اتحاد اروپا از یگان راه کمک میکند که ترکمنستان کشوری باز و اندکی در مسئله ریایتی حقوق انسان بهتر شود؟ امیدوارم. مشخصاً چگونه کمک میکنید؟ پیش از همه ما در همه 4 کشور منطقه نمایندگی داریم و اتحادیه اروپا در 5 سال گذشته با آسیای مرکزی همچون یک منطقه همکاری قوی برآورد. حضور کامل دیپلماتی ما در تمام 5 کشور منطقه امکان می‌دهد که کارمان منظم ادامه یابد. حالا قزاقستان با بازداشت‌های عمومی در خبرها بسیار دیده می‌شود. نظر شما به این چیست و آیا این مسئله را هم در میان گذاشتید؟ این مسئله را همیشه برداشتیم و بار دیگر پیام ما به مقامات قزاقستان و کشورهای دیگر این است که به عهدشان برای بهبود بخشیدن به وضع حقوق انسان صادق باشند، باز باشند، ضمانت بدهند که عقیده ها آزادانه بیان می شوند و مطبوعات نقشش را آزادانه اجرا کنند. این مسئله ها همیشه از طرف ما برداشته شدند و من بخصوص تاکید کردم که این همه به منفعت کشور و رهبران و سطح زندگی شهروندانشون سابقه رعایت حقوق بشر برای جلب سرمایه آبروی کشور در عرصه بین المللی خیلی مفید است. Investments, the image of the country internationally, and obviously that goes without saying for us Europeans, the quality of life of their own citizens. در تاجیکستان مسئله آزادی مطبوعات هست. آنها به خبرنگاران اجازه کار نمیدهند. مثلا به ما گفتند که فعالیت‌های ما را محدود میکنند. می توانید بگویید که برای سازمان‌های به مثل رادیوی آزادی و دیگر رسانه‌های مستقل در این کشورها و بخصوص تاجیکستان کمک رسانده می توانید؟
We support media freedom and independent media everywhere. There are then locally ما هم در همه جا برای آزادی مطبوعات و رسانه‌های مستقل کمک میکنیم. در قضیه‌های خاص ما چی در سطح محل و یا بالا رد و بدل‌ها داریم. مذاکره کنندگان ما در تمام 5 کشور میتوانم بگویم در تمام دنیا خوب میدانند که کمک ما شرط دارد و شرطش هم آزادی بیان و فعالیت سازمان‌های غیر حکومتی است. آنچه که این سال تشویق کننده بود این است که بار اول در برابر ملاقات وزیران فورم جامعه مدنی را هم داشتیم. در آن نمایندگان مطبوعات هم حضور داشتند و به اعتقاد من این یک علامتی دلگرم کننده است. در واقع وزیران راضی شدند که چنین نشست‌ها منتظم همراه با نشست وزیران صورت بگیرند. تکرار میکنم که این یک روند است و روند گاه دردناک. ما مشکلی‌ها و اختلافات را پنهان نمیکنیم ولی شیوه ما تشویق و کمک است و ما به نمایندگان الهیده مطبوعات و یا هر قضیه الهیده دیگر در صورت ضرورت کمک خواهیم کرد. در نهایت در رابطه با ازبکستان بعد آمدن پرزیدنت نو در 3 سال پیش آنجا تحولات است و تحولات مثبت، ولی شما در واقع دیدید که آنجا در اقتصاد مردم پیشرفت شده باشد؟ من در چند سال گذشته 2 بار به ازبکستان رفتم و واضح است که امکان دیدن مردم در چنین سفرها محدود است از نظر وقتم، ولی در حقیقت عزم واقعی و به نظر من صمیمی برای باز شدن، بهتر کردن و اصلاح کردن کشور وجود دارد و هم میل برای افزایش و تقویت همکاری با اتحادیه اروپا. آنها خوب میدانند که زمینه تقویت همکاری با ما ریایتی حقوق انسان و جامعه باز است. بیشک من در رهبران ازبکستان چنین میل را دیدم و از طرف دیگر میل ایفای نقشی مثبت در منطقه و اصلاح عمیق کشور را شاهد شدم. On one side play a positive regional role and also in reforming the country quite deeply. Thank you very much. Thank you.